سلام بیننده عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ من مومین احمدی پیشکش شما میکنم. امروز 31 ژانویه است. نگاه به سرخط خبرهای برنامه. شکایت از نرخ بلند و صفت پست. خدمات علاقه تاجیکستان میگوید احتمال سالهای آینده نرخ اینترنت در کشور ارزان شود. با همسایه همکاری زیاد داریم. اگر این سیستم را ما وارد کنیم اینترنت خودتون میدونید نرخش چند میشه. امریکا میگوید در پی جنگ با ایران نیست، اما قتل 3 سربازش را در خاورمیانه به پاسخ نمیماند. یک باغدار در ولایت سوغد میگوید با قرار دادستانی زردال و زارش را خراب کردند و رنجی سالها کشیدهش برباد رفته است. اومدیم بعد از همین قدر درخت‌های نابود کردن وحشیانه و کردن ماندگیش رو بازداشت کردیم. مقامات تاجیکستان میگویند ممکن است در آینده نزدیک قیمت استفاده از اینترنت پایین رود. سال هاست که در کشور شکایت از سرعت سست اینترنت و قیمت بلند آن زیاد است و روزی نیست که یک کاربر در شبکه‌های اجتماعی درباره سرعت اینترنت شکایت و دعوا نکند. همکاران ما ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف امروز در نشست خبری خدمات علاقه بودند و این گزارش را فرستادند. خدمات علاقه تاجیکستان میگوید که پس از وارد کردن سیستم فناوری چینی که نهاد در حال بررسی آن هاست، اینترنت در کشور ارزان خواهد شد. برای ارزان کردن اینترنت با همسایه همکاری زیاد داریم. اگر این سیستم را ما وارد کنیم اینترنت خودتون میدونید نرخش چند میشه. در ابتدای دکمبر سال گذشته خدمات علاقه تاجیکستان یک تفاهمنامه با شرکت تکنولوژی هواوی تاجیکستان امضا کرد که بر اساس آن اپراتوران تلفن‌های همراه و آخرین تجهیزات ارتباطی دسترسی پیدا خواهند کرد. عطایف همچنین در مورد سر و صداهای بالا بردن ارزش اینترنت از سوی برخی شرکت‌های مخابراتی و نظارت آن از سوی نهادشان افزود که طبق قانونگذاری خدمات علاقه وکالت معین کردن ارزش تعرفه ها را ندارد. ما این خیلی وکالت را نداریم برای نرخ دیگر کردن، لیکن ما نظارت طبق قانونگذار برده میتوانیم. درباره نرخ و نوا به اجازت حکومت جمهوری تاجیکستان و به مقامات مربوطه ما عمل کردن نمیتوانیم. هفته گذشته شرکت‌های مگافون و ویلان و تیسل با ارسال پیامک به مشتریان خود خبر داده بودند که از 1 فوریه نرخ تعرفه‌هایشان را بالا میبرند. اما خدمات علاقه شام 24 ژانویه کار شرکت‌های موبیلی را انتقاد کرد و دعوت نمود که نرخ‌ها به تغییر باقی بمانند. حالا موافق رده‌بندی سازمان World Wide Mobile Data Pricing تاجیکستان از روی ارزش اینترنت بین 237 کشور در جای 142 قرار دارد. برنامه را با گزارشی از شمال تاجیکستان دوام می‌دهیم. در ناحیه اشت جنجال سر یک پارچه از باغ سبب ریشه‌کن و از بین بردن ده‌ها درخت زردآلو شده است که صاحبانش 10 ساله برای پرورش آن زحمت کشیدند. نبی جان آدرمتوف صاحب زردآلوزار میگوید رنجی را که برای بنیاد باغ کشیده بود برباد دادند. فرزان محمدی چند روز پیش به این باغ رفته بود. تقریباً 60 بیخ درختان کلانسال و حاصلده عائله پولاد عبدالرحمانوف بیش از 2 هفته باز قسماً ریشه‌کن و قسماً شکسته و به زمین خوابیدند. آنها این درختان را بیش از 20 سال باز پرورش کردند و اکنون نیت داشتند در تابستان حاصلی خوب به دست آورند و زندگیشان را پیش برند. ولی با دعوای خواهرش درختان به چنین حال افتادند. ما اهل عائله یگان کس خبردار نبودیم. روزی 10 ساعت 10:15 همسایه باغ تلفن کرد که همین زمین‌های باوی رستم پدرتون ریشه‌کن کرده شدند با همراهی خواهرتان عبدالرحمن و زرنگار ریشه‌کن کرده شدند. ما خبردار شدیم اومدیم بعد از همین قدر درخت‌های نابود کردن وحشیانه و کردن ماندگیش رو بازداشت کردیم. التماس کردند. خواهر پولاد عبدالرحمانوف نخواست درباره به کدام اساس برای ریشه‌کن کردن درختان برادرش شکایت بردنش را به ما نقل کند. ولی دادستانی ناحیه اش در اساس مراجعت او سنجش گذرانیده معلوم کرده است که سهمدار خواجگی دهقانی به نام نبی جان آدرمتوف عبدالرحمانوف پولاد از طرح 215 در میدان تقریباً 2 هکتار زمین همشفت قبورهای مگسترالی اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری‌های ناحیه را بدون حجت‌های
حقوق دهنده استفاده کرده ایستاده است. با تگ همون درختان توربه گذاشتنی باشد گویا که، لیکن از توربه که آب میکشد همون توربه 6 متر 7 متر درخت این طرف با یگان ضرر یگان ریشه یا درخت خودش به توربه آب گذرانده خلل نمیرساند. حجت ها هستند. مسئولان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری هم آماده نشدند در نزد دوربین این مسئله را شرح دهند. در پی کوشش های زیاد به خبرنگار رادیو آزادی میسر شد که فکر سردار این نهاد را طریق تلفنی بگیرد. دو تا توربoprovod 1600 گذشتگی بوده است. هوای همون با دو طرفش با 10 متری باید جای خالی شود بوده است. برطرف شوی از طرف پرکراتور قرار برآمدگی بوده است. قسم زیادی اهالی ناحیه اشت بیشتر با کشاورزی مشغول هستند و اساساً زردآلو پروری میکنند. آنها میگویند در شرایط کمیافت شدن آب پالزی پرورش درختان دشوار شده است و تا حاصلده کردن آن خیلی زحمت میکشند. در همین حالت آسیب دیدن و یا نابود شدن درختانشان آنها را خیلی راه افتاده میسازد. در ولایت سوخ بیش از 50,000 گکتار باغ زردآلو هست. این زمین ها در منطقه های اسفره، کانی بادام، اشت، باباجان غفور و مسجاه جای گیرند. موافق معلومات پژوهشگاه باغ و تاکپروری در تاجیکستان زیاده از 100 نوع زردآلو پرورش کرده می شود، اما در کشور اساساً پرورش نزدیک به 20 نوع به راه مانده شده است. تقریباً 10 نوع به مقدار زیاد صادر می شود، زیرا این نوعها به معیارهای بین المللی بیشتر جوابگو می باشند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه اشت. با ادامه جنگ در غزه و اوج گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه، کاخ سفید میگوید جویای جنگ با ایران نیست. این در حالی است که بعد کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در حمله پهپاد در اردن، رئیس جمهور جو بایدن گفت عاملان حادثه جزا میگیرند. واشنگتن در این حادثه ایران را عیبدار میداند. کنگره از بایدن طلب دارد که حمله به سربازان را به جواب نگذارد. زرنگیزی نوروزشاه گزارش میدهد. پس از حمله بی‌سرنشین‌ها در اردن که سبب مرگ 3 سرباز آمریکایی شد، قصر سفید زیر فشار است. از آن طلب دارند که به حمله پاسخ دهد. ماموریت کاخ سفید باور دارند که در این کار ایران دست دارد، ولی جزئیات ندادند و نگفتند که قدم نوبتی چی خواهد بود. من از این منبر درباره یگان ضربه خبر دادنی نیستم. به مقابل پرزیدنت و تصمیم او هم چیزی نمیگویم. طور خود او دیروز گفت ما پاسخ میدیم. ما این کار را طبق نقشه و وقت خود انجام میدهیم. ما این را طور خواهیم کرد که پرزیدنت چون فرمانده عالی در پاسخ به کشتار سربازان آمریکایی از سوی گروه‌های زیر حمایت تهران تصمیم میگیرد. با این حال کبری به یک نکته تاکید کرد. ما قصد جنگ با ایران را نداریم. ما در پی مناقشه حربی با نظام نیستیم. مقامات ایران اعلام کردند که در حمله بی‌سرنشین دست ندارند. ما به دنبال تنش با هیچ طرفی، حتی با دولت آمریکا در منطقه و خارج از منطقه نیستیم. رهبر نیروهای ناتو در واشنگتن هم انگشت اشاره را سوی ایران دراز کرد. ما می‌بینیم که ایران ناآرامی را در منطقه ادامه می‌دهد. ایران همچنین برای حمایت از تروریستانی که به کشتی‌های بحر سرخ حمله کردند مسئولیت دارد. رفتار تهران جهانی بدون قانون و قاعده را می‌ماند، پیشگویی نشونده و خطرزا، جهانی که امنیت ما در آن تا رفت گرانتر می‌شود. این حمله هم یکی از پیامدهای عملیات دوامدار حربی اسرائیل در نوار غزه است که بعد حمله حماس به ساکنان آسایشته شروع شد. تحلیلگران به یک نکته دیگر تاکید می‌کنند. روشن است که اگر استراتژی ایالات متحده آمریکا در این 3 ماه پیشگیری از تشنج وضع در منطقه بود، حالا ناکام شد.
ولی در پایتخت اردن دورتر از محل حمله پهپادها تحلیلگران و ساکنان برینند که این حادثه آغاز یک بخش نو در مناقشه هاست. واقعا این حمله یک جنبه نو در این نزاع است. هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در داخل اردن یا در مرز با این کشور به این معنی است که حمله ها از سوریه به عراق و اکنون تا اردن رسیدند. گروهی از جوانان و دانشمندان جوان در تاجیکستان در یک محفل در دوشنبه 20 سالگی ویکی‌پدیای تاجیکی یکی از دانشنامه‌های رایگان را تجلیل کردند. منبع اطلاعی که حالا مردم زیادی از آن استفاده می‌برند، اگرچه اطلاع ناقص و دروغ در آن کم نیست. گزارشی را از این محفل ملا رجب یوسفی تقدیم می‌کند. گروهی از دبیران ویکی‌پدیای تاجیکی برد و باخت 20 سال این پایگاه را بررسی کردند. سال 2004 رسا بعد از 3 سال تأسیس ویکی‌پدیا، گروهی از جوانان تاجیک بخش تاجیکی این دانشنامه آزاد را تأسیس داده بودند. مسئولان بخش تاجیکی ویکی‌پدیا گفتند که اگرچه آنها معلومات‌ها را از دانشنامه انسیکلوپدیای تاجیکی و بعض مخزن‌های علمی گرفته به دانشنامه آزاد می‌گذارند، این کار کافی نبوده است. معلومات را با زبان تاجیکی از کتاب‌ها با اینترنت جایگیر نکنیم، هیچ کس جایگیر نمی‌کند. از خارج آمده معلومات تاجیکی در ویکی‌پدیا تاجیکی جایگیر نمی‌کنند. برای همین کامل‌تر کردن، پررتر کردن و زیادتر کردن معلومات درباره تاجیکستان، درباره سمت سیاحی، سمت ورزش باشد، سمت شو بیزنس باشد، این چیز ضرورت کلان دارد. حالا ویکی‌پدیای تاجیکی زیاد از 111,000 مقاله داشته در جهان در جای 70م است. پیشبرد کار این دانشنامه آزاد اساساً رایگان و خیریه‌ای بوده است. کاربران بیشتر این پایگاه مقاله ها را از کتاب‌ها و مجله و مؤخذهای دیگر به ویکی‌پدیا علاوه می‌کنند. رشد ویکی‌پدیا می‌تواند به رشد دیگر ساحه‌های اجتماعی سببگار شود. از ویکی‌پدیا مخصوصاً می‌تواند به طور وسیع و ثمره بخش همه روزه عنوانجویان، محققان، دانشجویان استفاده برند. با گذشت 20 سال از تأسیس ویکی‌پدیای تاجیکی، سر و صداها درباره غلط و کمبودی‌ها در متن و ارقام مقاله‌های این دانشنامه کم نیستند. مدیران این پایگاه این کمبودی‌ها را در کم بودن داوطلبان یا خود رضاکاران می‌دانند. برای این باید که کاربران فعال در همه ویکی‌پدیاها زیاد باشند. مثلا در ویکی‌پدیا انگلیسی قریب که از 130 چند دولت دنیا ویرایش می‌شود. نماینده قریب همه خلق و ملت‌ها هست. در ویکی‌پدیا انگلیسی صحو و خطاها خیلی کمتر از ویکی‌پدیا روسی و ترکی و فارسی و دیگر عربی است. مثلا در ویکی‌پدیا عربی که فقط عرب‌ها ویرایش می‌کنند، اونا با تکیه به همون چند ادبیات و چند سرچشمه خودشون می‌نویسند. بخش تاجیکی ویکی‌پدیا هم مثل دیگر بخش‌های آن از طرف داوطلبان ویرایش و تکمیل می‌شود. هر نفر می‌تواند در این دانشنامه معلومات علاوه یا خطایی را اصلاح کند. تنها شرط اساسی تکیه کردن به سرچشمه‌های با اعتماد است. مدیران شورای تاجیکی این دانشنامه امیدوارند شماره داوطلبان برای تکمیل و پره کردن آن زیاد می‌شود. ما باید در ویکی‌پدیا روسی هم فعال باشیم، در ویکی‌پدیا فارسی هم فعال باشیم، در ویکی‌پدیا تاجیکی و در ویکی‌پدیا انگلیسی و نمیسی و ترکی هم. چون هر وقتی که ما از دیگر ویکی‌پدیا ها بخبر میمونیم، دیگر ملت ها همون عقیده ها و همون ذهنیتی که خودشون دارن در ویکی‌پدیا خودشون بار میکنن. چون کسی نیست که ضد آنها یگان واکنش نشان دهد. دادستان کل قرقیزستان گفت تاجیکستان 2 شهروند این کشور را که پس از مناقشه‌های سرحدی دستگیر شده بودند به بیشکک سپرده است. قرمانقل زولوشو روز 31 ینور در این باره در نشست مطبوعاتی اطلاع داد. او افزود در حال حاضر بر ضد شهروندان قرقیزستان و تاجیکستان که ناگهانه سرحد 2 کشور را گذاشتند پرونده جنایی وجود ندارد. خبرگزاری اکیپرس از قول دادستان کل قرقیزستان نوشت که 22 شهروند این کشور در تاجیکستان دستگیر و محکوم شدند. پیوندان 7 نفر خواستند که آنها را برای ادامه ادای جزا به قرقیزستان برند. 20 کس برای قاچاق مواد مخدر، 1 نفر برای کشتار و 1 نفر دیگر برای عضویت در سازمان‌های تندرو محکوم شدند. سپاس که ما را تا آخر برنامه همراهی کردید. با سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های ما در فیسبوک و تلگرام و تیک تاک و ادنکلسنیکی وارد شوید. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار شما باد.